روز خدا دعاها رو چک میکرد، میشنیدشون و به اونا فکر میکرد. یکی از آمریکا، یکی از ژاپن، یکی از آنگولا، یکی از گابون، هر کی یه چیزی میخواست از خدا. یکی شوهر میخواست، یکی هم شفا. یکی میخواست ردیف و پولدار بشه، یکی میخواست صاحب اسکار بشه. یکی مریض بود و میخواست نمیره، یکی میخواست مرگ و بغل بگیره. خدا دیدش این آدمای خاکی یا که ازش طلبکارن یا شاکی، اینا که هر کدوم توی فازیان، کلهم از زندگی ناراضیان. اما یکی از دعاها عجیب بود. صاحب اون یه آدم غریب بود. غریب که نه، یه آدم ایرونی، از اونایی که حالشون میدون. دعا میکرد با دست و روی شسته: خدا جونم کارت خیلی درسته، شما دیگه به حال ما فکر نکن، دعای ایرونی ها رو چک نکن، وضع ماها خوبه و مشکلی نیست، سرخوشیم و قصه تو هیچ دلی نیست، ایرانو ول کن، به اروپا برس، به مردم خوب USA برس، اینجا بهشته، وضع ما عالیه، جای ملائکه فقط خالیه، به لطفتون شادیم و غم نداریم، اوضاع ردیفه، هیچی کم نداریم. خدای مهربون که چاره می ساخت گفت به همه این به ما تیکه انداخت. اون روز دیگه خدا دعایی نشنفت. ایرونی و صدای زد و بهش گفت: کشورتون که کشور خوبیه، مملکتت باحال و مرغوبیه، تو خاکتون دریای نفت که دارین، انقلاب 57 که دارین، با کمک ما شاه و کله کردین، چراغونی توی محله کردین، درآمد نفت نجومی دارین، دانش هسته‌ای بومی دارین، کشورتون کشور 4 فصله، از 2 طرف به 3 تا دریا وصله، اندازه کل جهان گاز دارین، توی خلیج 100 تا برانداز دارین، کشورتون معدن خاویاره، صندوق ارزیتون پر از دلاره، پسته و فرشتون تو دنیا تکه، مظهر خودکفاییتون موشکه، برای زعفرانتون که بیسته حتی اوباما توی صف میسته، کلی طلا و آهن و مس دارین، 1000 تا عنوان توی گینس دارین، تنگه هرمز که تو مشتتونه، ملت در صحنه که پشتتونه، توی فضا صاحب ماهواره این، ناقلا معلومه این کاره این، انرژی هسته‌ایتون به راهه، اینو اگه شکر نکنین گناهه، یارو نتونم سر ماه میریزن، اونایی که ناراضیان مریضن، این دیگه ناشکریه که مینالی، باید به سرزمینتون بباری. ایرونی حرف خدا رو شنید، از 2-3 جا برق استفازش پرید، گفت به خدا یه حرفی تو گلومه، بذارینم بگم دیگه تمومه، با این همه لطف شما جالبه کشور ما چه به عبی طالبه.